پس وای بر آنها که نوشته‌ای با دست خود می نویسند، سپس می گویند این از طرف خداست، تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید. بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟ و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد. یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید. آری کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. و آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند.